خب سلام بچه، چطور؟ خیلی خوش آمدید به ویدیو دیگه از یک گیم ترسناک دیگه. لایک فش کانال رو کسی دنبال کنید، لینکش تو دیسکریپشن هست. بریم سراغ ویدیو. خب بچه اسم بازی آمنیتی هست. بعد اگه درست گفته باشم دقیق نمیدونم. بعد بچه بازی تازگی ها فکر کنم اومده، خیلی رفتم گفتم منم برم. بازیش نسبتا ترسناک هست، حالا ببینیم چجوریه. بعد معمای داخل مصر هم هست، در مصر باستان و اینجور چیزا. و خیلی معمای منم از این موضوع معمای انقدر بدم میاد، گفتم حالا به خاطر ترسناکی جنبه که داره گفتم بیام ببینیم چجوریه. و حالا من بازی فکر کنم هرچی 4 گیگ بود کلا. حالا من نیو گیم رو میزنم بریم چیز. من فقط یه ذره صدا بازی رو زیاد کنم واسهتون اینجا. سال 1979 فکر کنم داستانی، اگه داستانشو نمیتونم بخونم. زیرنویس بعدش پیدا نکردم هرچی گشتم. اول فضیل صداش کم کنم اذیت نشید. آجی انگلیسیه، من چی بلد رد نمیشه کرد. گرافیکش بد نیست ولی من باز گرافیکش تنظیم کردم. انداکای رو 60 FPS، همه چی هم آخره دیگه. بد نیست. ببینیم چجوریه دیگه. چی اینجوریه؟ چه باحاله. منز قدیمی. چه باحالی گرافیکش. ولی جنبه من میدید دیگه، ویدیو گرنی و اوتلست و اینا من میدید دیگه من چجوری هم دیگه. این داستان چیه اینجا؟ این چه خبره؟ هرمه. آخه داستان این بازی رو نفهمین چجوریه. یه سری چیزایی در مورد بازیش خوندم ولی باز نفهمیدم. اصلا گیم پلیش هم ندیدم. بعد دیدم یه سری دارن میره. اصلا گیم پلیش هم ندیدم اصلا. نه داستان چیه؟ Because will bite house will lie if in منچ دوبله هم نره که ببینیم چیه، فقط همینه. خرشخش اینجور چیزه. نه نکنه دوبله داره که من بستم صدا رو. بذار یه نگاه بکنم. نه همه چی شوکیه. نه فقط بذار من یه ذره کم کنم بش. و اینجا 120 نه 60 خوبه، 60 بریم. یه ذره سنگین و اینا باشه میترسم یه ذره. برای همین من دست از سی پی رو اینجا باز کنم نشون بزنم، نشون بده. گرافیک هم خب 100% درگیر شده، اشکال نداره. یه چیز دیگه گرافیکش رو 100% درگیر شده دیگه، من نمیدونم چی کار کنم دیگه. بازی رو همینجوری روحایه انقدر داغونه دیگه. بزنم فکر کنم بزنم روش رو لو. برفاست نه تا حالا ضبط میشه. آره صداشو بزنم تا اینجا. اوکی نه مثل انتر دو تاپ بیفین توگیدر. چیه؟ تلویزیونه؟ خیلی نمیشه که باش. چراغاشن. سنس موسیش خیلی بالا. سنس من پایین ولی سنس اینجا بالا. سنس بازی این مقبره است. این داستان چیه؟ قرار کلی بترسیم. ای تو رو خودتون یه چی باشه، یه چیز دفاعی، یه چیزی باشه. یه چیزی در موردش دیدم میدونم چیه. خودش خودکار سیف که بلفست. خدا من کدوم رو بکنم چیه؟ ویلینگ دیترونه نکات یارکان نفهمیده وید. واقعا چه جورتی داشته اومدن اینجا چراغ بیراغ گذاشتن. خیلی بازیش داستانه وحشتناکه بازیش. خدا
قوه چیز نره. او این عکس میگیره. اوکی. لالکی همینجوری نره. نمیدونم این در چه اون خونه. این خونه نشه. اینجا یه راه دیگه هم داشته باشه بکنم. کاش کسی نمیخواه این بازی رو. اینجا نمیشه رفت. این چیه جان؟ اوه خدا. اوه آجی این پروژکتوره. چراغا اینجا روشن میشه. داستان چیه؟ تابوته؟ تابوت تو چی؟ من یه چی این پجره بود مطمئنه. من کجا برم؟ از اینجا من این وی برم. رام میس اینم یه عکس میگیره. این داستان چیه آقا؟ من کجا باید برم؟ نگردم این دوتا فیلم من نگاه کنم در مورد فیلم چیه؟ این چیه؟ اینم یه عکس میگیریم. هرچی دستم بده عکس میگیرم. نه نمیشه برداشت. اوه این نمیدونم چیزه. اوه بچه ها اگه این چیز اینجا انجام نیستن عکس اون چیزا بگیریم بعد چراغ چشمگذارش روشن میشه. من راه های دیگر رو نشون میده که می باید کجا بریم. یه هاپوها رو خوشگلن. بسم الله الرحمن الرحیم. همین الان موام تنم سیخ شده. وای خدا کاشی نمیمدم اینو. اینجا یه مجسمه نبود؟ باید که از این بازی نمیومدم. چیزی اینجا مشکوکه. اون تا میری اینجا چیزا قطع میشه. دکمه غلط کردن نداره این بازی. مایدن همه چیزی شده. دکمه غلط کردن نداره. یه چرا خوبه بسم الله الرحمن الرحیم. علی خونسردی خود حفظ کن. چی نبوده اینجا هیچ تبعون نزن. شب خوابم نمیبره.
نه قربان مطمئنه شب خوابم میبره. یه دره؟ آره دره. همین چقدر شده؟ چیز تایم نمیره؟ من همین الانشان ترسیدم چه برسه به وسط بازی. میگه چی میگه؟ من نگاه نکنم خوبه. من یه چی میپذیرم. من یه چی میپذیرم. داره میترسه. همین الان داره میترسه. موهای بدنم سیخ شده. این کاش که نمیومدم اینو. همینجی جنبه ترسک داره. چی برسه به جلو. صداش از روی کم کن. صداش نه شبم بهتره. حتی فکر کنم این کلا یه قسمت باشه از این بازی. نرم کلا این بازی رو من همینجی دارم میترسم مثل چی. مثل چی دارم همینجی میترسم. اینجا پشکتون نره. عبدالله من چه دوراهیه. اونو برم یا اینو. این که پسته است. من چه از اینو ریختم. غلط کردم. نه بابا خوی شما خوبه. ولی واقعا دیدی تو. من بچه من یه فیلم ایتو دیدم تا صبح نخوابیدم. چه برسه دیگه این بازی. آه خدا. بسم الله. نمیرم جلو. من نمیرم جلو. من جلو نمیرم. من حقیقت نداره. من جلو نمیرم. من کاش یه آبخم با خودم میامورد. صدا بازی رو بسخم بسته. چیه؟ من چیکار کنم اینجا؟ بذار صدا واسه شما هست. من صدا رو روی هدست بستم. بذار صدا رو واسه خودتون حالا چیز کنم. نه زیاده. این دستش زور زرده. زیاده صدا. من کاش که نمیمدم. یه درم اینجا. نه کلی دره اینجا. من گم شدم. نه از اینجا که اومدم تو. اوه من اینجا بودم. آره من این برم. چی این اصلا نمیفتم. سلام وی چیکار میکنی؟ مسخره بازی در یا آی خدا. اینه چیه خواباه؟ عکس نمیگیره. آه نه مجسمه. خدا دارم مثل چی میترسم. کل بدنم سیخ شده. بدنم سیخ شده. چاه نه پایین. نه پایین نمیشه.
من همینجوری میرم نمیدونم چی کارم میکنم. اینه نامه ادار مثلا خودت آیان لایو ترس nothing far wow دیدی I cannot touch تاوبی اسکارتون ولش کن فکرم واسه اونایی که بودن اینجا کار میکردن باشی با این که صداش من رسید کردم بازم میاد صداش خدا من غلط کردم ببین من هر کاری کردم با خودم کردم دارم همین راه برمیگردم میرم میشه با من کاری نداشته باشی چه اینجوریه جنبه نداره خب غلط باشی میری بازی رو چه خونه چه قیافش چی بود چی بود اصلا باید اینجا دیگه خیلی موشه نه همه تون بیاد منو مسخره میکنی که تو وقتی نمیرین وقتی بله میترسی خب چرا اینجور بازی ها رو میری بچه من تنها بازی که مثلا یکی پاپی پلی تایمه یکی هم همیشه کنار فردیه من از اینا نمیترسم خدا این دیگه نوبره بازی چی بود اینجا چه تایم دیگه نمیره بچه تو رو خدا نیاد بگی قصت بعد من اینجا خودم مونده سلام خبری نی من چجوری میتونم این من راه نداره آجی به حضرت عباس این یهو میاد میپره جلو من میدونم من الان دست به میذارم یهو میپره جلو نامه چرا اینجوریه یه دونه داره خود من رزیدنت اویلم نترسه نمیدونم این چی آقا اینجوری دارم میترسم من محیط بازی اینقدر ترسناکه چیه نمیدونم خود رزیدنت اویلم من نترسیدم چیه گرنی حتی بدتر از این بود نترسیدم گرنی نیستم خوبه ولی نه این واقعا محیطش اینقدر وحشتناکه آقود فرانه نه فران در میپرزنم قربان
وای وای وای. زهر چه تایم ویدیو نمیره. خودم ویدیو ببینم خنده میگیره. این چه اینجوریه؟ بس چه اینجوریه؟ بس چه اینجوریه؟ من اینجا بس کی که؟ بازی گیک میکنم همینجا باید بایستم. نه گیر نکرده فرمان الان میردی پر جلو. فرمان کو؟ آبود کو؟ نکنم اینو باشی چرا قوام هم گم شد. همین را که مدام برمیگرده میشه برگردش من نقل برمیگردم. گم شدم راه شد. لایت هم کو بابا. این دکمه ها شاید یه چی باشه. این چیه؟ چی بود؟ داشتی نمیمن از اونجا. من گم شدم. یه باید یه لودیگه ما بزنم. نه از اینجا برش لود کرده. یه باید لودش کن. نره بلوزی اینجا کجاست؟ ها؟ چه اینجا رو چیز کرده؟ اونجا؟ چون اونجا لود کرده بود. این دیواره نصف کامله. بعد کسی شد ما یه عکس اینجا گرفت.
بعد این اینجوری بازش کرد دیگه، بعدش هم اینجوری گیر کردیم. خب صدای مسخره اومده. واخه زرمون اون صدا اینجاش. اینجوری موندی. بریم اون بر. حاجی عکس رو گرفت دوباره پرتمون که این وکیه نمی‌گذار. برمیگرده سیب و قاقا و اینا چیزا. اینا به یه جی گیره. چیکار باید بکنم؟ خب بدم میاد اینجا بازی ها، دستان هایی داره میخوره. دستم یه اینجوری شد. این باید بره بالا دیگه این داره. هیچی باید اینگاه از اینجا بردارم من. یه عکس چیزی باید بگیرم. من اینجا باید چیکار کنم؟ بچه من دقیقه یه دونه ویدیو بینم اونجا باید چیکار کنم برمیگرد. چه چیزی طبق چیزی که من دیدم همین بود، بعد اینو تکون بده. اینقدر باید چیز کنم تا بره بالا فکر کنم. نمیدونم چیکار باید بکنم اینجا رو من. یه دقیقه بذار دیگه ببینم چیکار کرد. بچه یکی یه فیلم دیگه پیدا کردم، یارو اومد اینجا وایستاد. نه اینجا نه، یاش بود اینجا. چیکار میکرد اینجا؟ نمیدونم چی شد. نمیدونم اینجا یارو چیکار کرد. یه دیگه بزنم. نه نشد. یکی دو دقیقه اینجا علیکی چیز کرد و یه ذره از این مسازه این برانور نگاه کرد، بعدش چی شروع کرد. یه پیام خودش در خودش خودکار باز شد. نه ببینیم سیستم باز شد، اونجوری نیست. دره خب چجوری باز میشه؟ یه چیزی نره من فشار بدم، چیزی نره دکمه ای چیزی.
برمیگرده. چی رو دیدی یارو در باز شد مستش آخه. بچه یه دقیقه من اینجا کات میکنم تو برگردیم. بچه من اینو نفهمیدم چی شد آخه نمیدونم داستان یه تیکه شیال محل. من خلا آف ویدیو میام این یه دونه محلشو میرم سیو میزنم، بعد حالا اگه دوست داشتید تو کامنت های پارت بهش هم واسهتون میگیرم دیگه، با این سکسی من کشیدم و اینا. حالا اگه دوست داشتید پارت بهش هم واسهتون میگیرم. و من میشه ویدیو لایک و یه کامنت رو بعد تا ویدیو دیگه خدافظ.